بعد امام بخاری رحمت الله علیه سخن ابو الزناد را ذکر کردند. گفتند که وقال ابو الزناد ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. ابو زیناد رحمت الله علیه میگوید که سنت ها و امرهای شریعت گاه ها بر خلاف فکر انسان می آید. انسان دیگر چیز را گمان میکند، شریعت بر خلاف فکر و قیاس او حکم میکند و مسلمان باید پیروی از قرآن و سنت کند، نه آن چیزی که عقل او میگوید. اصلا عقل سالم و صحیح هیچگاه خلاف نقل صحیح نمی براید، ولی بعضی چیزها برای انسان اشکال می شود، ولیکن حقیقت آن را اگر آموزد برای او کشاده می شود. از جمله این است که شخصی که عادت ماهانه دارد روزه را قضایی داشته می دهد و نماز را قضایی خوانده نمی تید. برای چی این را برخلاف قیاس و برخلاف عقل گفتم؟ برای که نماز از روزه با قوت است، نماز از روزه بزرگتر است. اگرچه هر دو رکن اسلام است ولی نماز ستون این دین مقدس اسلام است. نماز مرتبه خیلی عالی دارد، از روزه فرق دارد. یعنی اگر بر قیاسی که ابو زیناد گفتند باید الله تعالی گویا نماز را حتی قضاییش را واجب میکرد و نه روزه را، چون که نماز با قوت است، ولی الله سبحانه و تعالی چنین مشروع کرد که نماز را قضایی خوانده ندهید ولی روزه را قضایی دارید. برای چی؟ برای آنکه زنها وقتی که در ماه مبارک رمضان بیماری خود را دیدند، این یک مرتبه در سال است، یعنی در بین 12 ماه یک ماه روزه آن فرض است. اگر رفت و 3 روز از آن نداشته باشه یا 5 روز از ماه مبارک رمضان نداشته باشد، این 5 روز را قضایی داشتن در طول 1 سال آسان است. اما وقتی که 5 روز نماز نمیخواند که آن 25 وقت نماز است، در طول 1 ماه نوبتی ماه‌های آینده خواندن دشوار است، برای آنکه ماه آینده هم باز او عادتی ماهانه دارد، باز 5 وقت نماز را که 5 روز نماز نمیخواند که 25 وقت است. همین گونه این تکرار می شود. برای همین از مهربانی الله سبحانه و تعالی هست که نماز را بر زنهای حایض و نفسا در اثنای حیض و نفاس خود ساقط کرد، عفو کرد. آن نمازهایی که نخواندند قضایی خوانده نمیدهند ولی روزه را قضایی داشته میدهند.